امروز میخوام ببرم تو پارک کروکودیلا و خیلی هیجان زدم چون نسبت به اینجور حیوانات فوبیا دارم. نمیدونم چه ریاکشنی میخوام نشون بدم، ولی گفتم با هم دیگه بریم این استرس و ترس دست جمعی باشه دیگه، فقط من نباشم اونجا. فضای خیلی باحال بود توی ورود. حالت برکه است، یه طبیعت مصنوعی رو درست کردن برای کروکودیلا اونجا باشن و پرورش پیدا کنن و این داستانا. شخصی که داشت با من صحبت میکرد گفت اینجا بالای 400 نوع مختلف کروکودیل هست. توی رو همن کروکودیلا. حالا من توی ولاگ یوتیوب بهتون نشون دادم موقع غذا خوردنشون که میرسه همینجوری همه رو هم 15 16 تا کروکودیل همینجوری رو هم در حال غذا خوردنن. اینجا من تلاش کردم که فوبیامو برطرف کنم ولی نشد، واقعیتش حالمو بدتر کرد. یه بخش کوتاهی از غذا خوردن کروکودیل ها رو گذاشتم، میتونید ببینید کاملش باز توی یوتیوب. خیلی جذاب بود. میگم بیشتر فضای توریستیش به خاطر غذا خوردن کروکودیل است که میان و این منطقه رو میخوام ببینن. هم که اکثر با ما چشم تو چشم دهن باز. قشنگ نیتشون واقعا ترسناک بود. یعنی اگه مثلا محدودیتی نبود فکر نمی‌کنم طبیعت اجازه میداد که ما زنده بمونیم. یه موزه خیلی باحالم داشت. من کلا خیلی توی وایب موزه نیستم ولی با اینجا حال کردم چون همه جور حیوان مختلف اینجا بود. استخونه بازار آفریقایی طور خیلی 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 خوشگلم بود. کلی چیزای خوشگل داشت بچه‌ها. یعنی من اگه برگردم فقط میرم توی اون بازار خرید میکنم، دوباره میام بیرون، فکر نمی‌کنم وارد کروکودیل بشم. ترسناک بود برای من ولی باحال بود در کل. اینجا داریم برمیگردیم دیگه. خداحافظتون.